مسئولان راه آهن تاجیکستان میگویند که در صورت رضایت جانب ازبکستان آنها آماده هستند که راه اموزنگ ترمز را دوباره فعال سازند که طی 5 سال آخر این راه بنابر یک جانبه تخریب شدن آن از جانب مقامات ازبکستان از فعالیت باز مانده بود. امروز مسئولان اداری راه آهن تاجیکستان در نشست خبری ذکر کردند که در نشست بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان سه پیشنهاد اساسی را ارائه کردند که یکی از آنها تخفیف یا ارزان نمودن حرکت واگن‌های باربر در قلمرو ازبکستان می باشد و دوم مسئله کوتاه کردن حرکت راههای واگن‌های تاجیکستان در راههای ازبکستان می باشد که اگر پیشنهاد تاجیکستان عملی شود 153 کیلومتر راه کوتاه می شود و 20 ساعت صرفه می شود. در اونجا یک چند مسئله ها شدن روی آهن اموزنگ، پس کردن تخفیف ها، پیشنهاد کردن تخفیف ها، اوید برکشانی، مسافربری، اینا حالا پولار هر حل نیافتند و در اونجا قید کرده شدند که طرف ازبکستان باید اینا رو بررسی کرده نقطه نظر خودشون رو با ما پیشنهاد کنند. از این لحاظ ما با اونها گفتگو داریم. ولی به هر صورت مقامات تاجیکستان علاقمند خود را بیشتر به مسئله راه آهن آموزنگ نشان میدهند که این راه مهمتر و یک از راههای استراتژیکی است که تاجیکستان را از جمله حرکت واگن‌های تاجیکستان را از طریق ازبکستان یک باره به ولایت ختلان نزدیکتر میسازد. در ضمن بعد از آن که راه آهن ازبکستان در سال 2011 قسمتی از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمز خراب کرد، ناحیه‌های قسمت جنوبی تاجیکستان به مشکلات حمل و نقل مال و کالا روبرو شدند و نرخ انواع محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولان ولایت ختلان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن ربوهای قطارها طریق اموزنگ ختلان 5 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب با مرکز با ساختن راه آهن دوشنبه قرغانتپه کولاب اقدام کرد. همکنون راه آهن مذکور هم برای مسافرکشانی و هم برای بارکشانی استفاده می شود. راه آهن وحدت یابان یکی از قسمت‌های این راه آهن است. به اطلاع اداره راه آهن تاجیکستان از جمله بارکشانی ترانزیتی 562,000 تن را در سال 2016 تشکیل داد که نظر به سال 2015 622,000 تن یا 52.5% کاهش یافته است.